درود شنونده های گرامی، سلسله گفتارهای خوانش بدیعی. با توجه شما رمانی کیفری دلوری میرزا در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری. آغاز گفتار 19. حکومت شوروی به مسئله مهاجرت کشاورزی دقت مخصوص می‌داد. این روند باید یکی از واسطه‌های اساسی از نوسازی سوسیالیستی خواجگی خلق می‌گردید. سال 1924 شورای مهنت و مدافعه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درباره وظیفه‌های نزدیکترین جامعه شوروی و مهاجرت قرار مخصوص قبول کرده بود. انجمن سیوم شوراهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز سال 1925 به حل مسئله مهاجرت دقت داد. طبق این قرار و قانونها می بایست در سرتاسر دولت نوبنیاد شوروی از موضع‌هایی که زیچی اهالی به نظر می رسید و دیگر موضع‌هایی که به آباد کنی نیاز داشتند مهاجر کنانی به راه مانده می شد. با تشبث نصرت الله مقسوم با مقصد مهاجرت داخلی کارهای فهماندهی و تبلیغاتی اوج گرفت. خود او به تمام گوشه و کنار مملکت نوبنیادش سفر کرده با مهنتکشان و خوری ها می گذراند، صحبت می کرد و گشته و برگشته تاکید می نمود که اگر ما آبادی کشورمان را خواهیم، اگر ما خواهیم که فرزندانمان خوشبخت باشند، یک قسم اهالی را باید به وادی ها بریم. ما در مکان نو برای مهاجران مکتب و فراغتگاه ها بنیاد میکنیم، تاکید میکرد نصرت الله مقسوم. کسانی که با مقصد آباد نمودن یک گوشه تاجیکستان عزیزمان عزم میکنند مال و اموالشان به پول از طرف دولت به جای نوی استقامت رسانده می شود. مدت 5 سال آنها از اندازها آزاد می‌گردند، برای ساختن منزل و ایشان از هر جهت یاری می‌رسانند. قراتگینی ها از این دعوت غمگین شدند، پای کسی برفتن نمی کشید. 70 پشتمان در میان کوه و کمر زندگی کرد، همینجا هلاک شدند. اکنون آنها را پرتافته به کجا می رویم؟ می گفتم به یکدیگر مگر زندگی در دیار مردم در جای بیگانه و ناآباد آسان است؟ بهترش عذاب کشیم و در وطن بابایی عمر بریم. مبادا یگان روز همان دشت و بیابانی به صاحب مالک پیدا کند و مشت به سرمان برداشته طعنه بی وطنی امان زند چی؟ او همه این گپ‌ها را شنید و برای واخوری به ولایت غرم سفر کرد. چند روز آنجا ماند، جای پیاده و جای سواره، منزل و مراحل طی کرده به مردم با زبان عامیانه صحبت آراست. شما حقیقت را فهمیده گیرید، گیله‌آمیز میگفت او. مگر من یک نفر شما نیستم؟ نخواد خویش و تبار خودم را به یگان کار به منفعت هدایت نمایم. اولش همین که هر فرد تاجیک می تواند در کدام گوشه این دیار که دلش خواهد زندگی نماید، زیرا تمام این خاک وطن ماست، مادر ماست. آنجا و اینجا کسی بیگانه نیست. تاجیکان از قدیم الایام به یکدیگر خویش و تبارند. دیگر اینکه همان وادی ها صاحب ندارند. شما آباد کنید، شما زندگی کنید، صاحب آن می شوید. بعد این سفر صف خواهشمندان و مهاجرت کشاورزی افزود. محمد هایتی اکنون آرام و قرار نداشت. وی با سپارش دوست دوران جوانیش نصرت الله به هایت آمد و دلگرمانه پی اجرای وظیفه شد. بیشتر در آن دهه ها با مردم واخوری میگذراند که شماره اهالی زیاد بود و از نرسیدن زمین های کشت و مشکلی گرفتار می شدند. محمدی بیدیماغ از نصرت الله 1 سال خورد بود و این سالهای زیاد در ملک بیگانه به مردکاری مشغول بود. ایام جوانیش در خوقند و تاشکند گذشت. بیشتر در تاشکند
کار و زندگی کرد. سالهای اقامتش در خوقند با نصرت الله مقسوم آشنایی پیدا کرد و آنها دوست جانی شدند. بعدی برقرار شدن ساخت شوروی او با دعوت نصرت الله به وطن برگشت. ابتدا همراه بلشویکان دیارش در برقرار کنی حکومت نو سهم گذاشت. سال 1925 او را به صف حزب کمونیست قبول کردند. سال 1926 رئیس کمیته انقلابی تومن هاییت تعیین شد. تا سال 1933 در همین وظیفه کار کرد. بین مردم با عنوان محمد رفکام معروف بود. محمد توانست در دهات هاییت بیش از 150 عائله را برای کوچیدن به جای نوی استقامت راضی کناند. نصرت الله مقسوم از منبر بلند انجمن یکم مؤسسان شوراهای تاجیکستان به وکیلان و تمام گوشه و کنار مملکت آمده خطاب نموده درباره منفیت مهاجرت کشاورزی گفت: اگر زمین‌های قابل کشت ناحیه غرب را به سر هر نفر ساکنش برابر تقسیم کنیم، نالو از 2 دسیند میرسد. غله‌ای که دهقان از این مقدار زمین میگیرد در طول سال احتیاجات او را رفع کرده نمیتواند. زمینی موجوده نمیرسد برای آنکه هر یک نفر در طول سال با خیلی احتیاط اندک سنتر نان خورده تواند. به هر کس نالو از 14 دسیاتین زمین قابل کشت لازم است. در این شرایط حاصلناکی را زیاد کردن هم امکان ندارد. انجمن باید دهقانان را به مهاجرت دعوت نماید. این گونه وضعیت در ولایت‌های دیگر نیز موجود است. انجمن یکم مؤسسان شوراهای تاجیکستان 10 دکبر سال 1926 درباره ملی کنانیدن زمین، آب، ثروت‌های زیرزمینی، جنگل و غیره قرار قبول کرد. در این حجت مهم از جمله قید شده است: حقوق مالکیت شخصی داشتن به زمین و آب در قلمرو جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان ابدی برهم داده تمام زمین و آب تا این دم در اختیار کدام کسی که بود مالکیت دولتی اعلان کرده می شود. خرید و فروش زمین و آب منع بوده، تنها برای استفاده بری به مهنت کشان داده می شود. حقوق استفاده بردن زمین و آب با مقصد انکشاف ساحات کشاورزی و کلی عامه مهنتکش و اتحادیه ها بدون جنسیت، سن و سال، منصوبیت ملی که خواهش و رغبت در زمین با قوه خود اهل عائله قابل مهنت کار کردن دارند و به ساکنان شهری تشکیلات های دولتی کوپراتیو ها داده می شود. بعد قبول قرار عاید به مسئله ملی کنانی آب و زمین، بایگری های زیر زمینی و جنگل، رئیس کمیته اجرایی مرکزی نصرت الله مقسوم در اطراف مسئله مذکور ابراز نظر نمود. در دوره حکمرانی ساخت امریکی و جبر و ظلم عامه اساس یافته بود. قریب تمام زمین های کشتباب در اختیار یک گروه خرد قرار داشت. تنها یک حصه آن در دست مهنتکشان بود. همان سال مهاجرت کشاورزی در تاجیکستان آغاز یافت. نخستین مهاجران از قرم، کولاب و فرغانه بودند. دولت برای 556 خواجگی مهاجر 3336 هکتار زمین جدا نمود. فرصت نگذشته شماره مهاجران کشاورزی به 1097 خواجگی رسانده شد. مهاجران در ناحیه‌های پختکار جایگیر کرده شدند. در برابر مهاجران اختیاری، فراریانی از مرز کشور برون رفته نیز بعد بازگشت به وطن به جایهای نو می آمدند. شما گمان نکنید که این سرزمین برایتان بیگانه است. به مهاجران مراجعت کرده تاکید می نمود نصرت الله مقسوم. هر فرزند این دیار در کدام گوشه تاجیکستان که نیت استقامت نماید، با باوری تام باید بگوید که او در وطن خیش و در میان خویشاوندان خود
زندگی می کند. مردم در دیار ما به همدیگر خویش و تبارند. در طول تاریخ صدها بار از یک کنار کشور به کنار دیگری آن مهاجرت نمودند. اگر به گذشته ملتمان خوبتر نظر افکنیم، می‌بینیم که نیاگان هر یک کداممان در موضع‌های گوناگون این خاک مقدس عمر به سر برده و همانجا خاک شدند. سالهای 1926 1929 شماره مهاجران داخلی به 15826 خواجگی رسید. این مهاجران در وادی وخش، کلاب و حصار مقیمی شدند. از حساب آنها آغاز سال 1929 50 دهه نو بنیاد گردید. کمیته اجرایی مرکزی جماهیر مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان با سپارش نصرت الله مقسوم از 15 اپریل سال 1927 در نزد کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان کمیته مهاجرت تأسیس داد و نظامنامه آن را تصدیق نمود. این کمیته یک دوره معین راهبری و جابجا نمودن مهاجران کشاورزی را به عهده داشت. نصرت الله مقسوم با وجود سرکاری روندهای کار مهاجرت کشاورزی را مستقیما تحت نظارت خویش قرار داده بود. کمبودی های کاری کمیته مهاجرت را زود پیدا کرده آن را تنقید میکرد. پیوسته با مهاجران و خوری ها میگذرانید. برای خوبتر شدن زندگی مهاجران تمام شرایط را فراهم می آورد. چون این مناسبت نه تنها برای پیشرفت کار مساعدت می نمود، بلکه سیمای حقیقی نصرت الله مقسوم را برای مردم عادی خوبتر ظاهر می نمود. مردم او را دوست می داشتند و به کدام گوشه و کنار جمهوری که می رفت انبوه زیادی آدمان جمع می آمدند. به حرفهای او با دقت گوش می دادند. سخنان نصرت الله مقسوم به دهقانان روح و توان تازه می بخشید. آنها را به کارنمایی‌های نو به نوی مهنت راهنمون می ساخت. شاید همین جسارت و جوانمردی، خاکساری و مردم پرستی، غمخواری و مهربانیش بود که اهل زحمه او را دوست می داشتند و احترام می کردند. میان مردم عادی همان سالها کسی در برابر نصرت الله مقسوم آبرو و احترام را صاحب نگردیده بود. محض آبرو و احترام و تلاش‌های پیوسته نصرت الله مقسوم بود که شوق و رغبت دهقانان افزود و در سال 1928 به جای 4239 خواجگی به محل‌های نو 4542 خواجگی اختیاراً کوچیدند. در تاجیکستان نوتأسیس برای شماره اهالی در آن روزهای سردنوشت ساز کم نبود، اما قسمت زیادی زمین ها در وادی ها جای گردیده استفاده اشان غیر امکان بود. همه زمینی در وادی ها بوده از سبب نبودن اهالی به قمیشزار تبدیل یافته بودند. چون پای آدمی زاد به آنجا کم می رسید تو قیزارها مکانی زیستی در رنده و پرنده های وحشی گردید. برای رشد و نموی جمهوری به استفاده دادن این زمین ها ضرور بود. مردم تاجیک اکنون به زمین نیاز داشتند، ولی در یک شرایط دشوار که کشور نو از چنگال جنگ و خونریزی خلاص می یافت، مشغول شدن به کارهای آبادانی آسان نبود. نصرت الله مقسوم ضرورت این مسئله را خیلی بر وقت درک کرد. به سبب نبود که در انجمن یکم مؤسسان شوراها به وکیلان روی آورده گفته بود زمین برای ما کمیاب نیست. ما از یک طرف زمین‌های بسیاری کار نکرده داریم، از طرف دیگر نواحی زیادی سیرنفوذ. از این رو حالا در نزد ما نه اصلاحات زمین و آب، بلکه آبیاری زمین‌های بیکار و مهاجرتی داخلی ایستاده است. تاریخ گواه است که حکومت شوروی از روزهای اولی برقرار شویش
به مسئله آبیاری زمین‌های بیکار خوابیده دقت جدی می‌داد. هنوز ماه می سال 1918 درباره کارهای آبیاری در ترکستان دکرت قبول کرده بود و اداره امور خواجگی آبی ترکستان را تشکیل نمود. بعد تأسیس جمهوری مختار تاجیکستان، رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان نصرت الله مخصوم در قطار دیگر مسائل این مسئله را از مد نظر دور نگذاشت و سال 1925 در نزد حکومت اداره خواجگی آب تشکیل نمود. اداره خواجگی آب در دوره دشوار سالهای 1925-1930 خدمت سزاواری را انجام داد. در سال 1925 نهر و جویبارهای ویران شده از نو تعمیر شدند و در نتیجه اندیشیدن چاره‌های فوری مقدار زمین‌های آبی به 62,000 هکتار رسانده شد. در نتیجه جنگ‌های داخلی زمین‌های کشت، باغ‌ها و انشاءات‌های آبیاری کننده ویران شده بود. اندک بی‌پروایی باعث از بین رفتن ناحیه‌های تاجیک نشین در وادی‌ها می‌گردید. خواجگی‌های دهقانی در تومن‌های قرغان تپه، ارال، جلیکل، سرای کمر، کویبیچف و قبادیان تماماً خراب شده بودند. دوباره آباد نمودن این محلها که در حدودشان هزاران هکتار زمین‌های بیکار خوابیده بود قوه کاری زیاد را طلب می نمود. تا به آخر ایجا گردیدن نقشه مهاجرت مهنتی امکانیت فراهم می آورد که زمین‌ها پرره استفاده برده شوند. حکومت تاجیکستان به مسئله رشد پختکاری دقت مخصوص می داد. در این دوره اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به پخته خوشصفت آسیای میانه نیاز داشت. نصرت الله مخصوم با مقصد رشد پختکاری دقت اساسی را به زمین‌های حاصلخیز قرغان تپه روانه کرد. سال 1926 در ولایت قرغان تپه 12,000 هکتار زمین آبیاری کرده شد. بعد بیدارخوابی‌ها، بعد زحمت‌های زیاد، کشاورزان تاجیک توانستند در یک دوره نهایت حساس و تقدیرساز ساحه پختکاری را انکشاف دهند. اگر در سال 1926 در جمهوری همگی 7,000 هکتار پخته کشت کرده می شد، سال 1929 هم باشد میدان پخته‌زار کشاورزان تاجیک به 85,000 هکتار رسید. دولت مزد مهنت پختکاران را سریع وقت و بر زیاد پرداخت می نمود که چنین مناسبت شوق و رغبت آنها را به این ساحه مهم بیشتر می گرداند. کشاورزان تاجیک در یک مدت کوتاه حقیقت حال را پی بردند و برای آبادی کشور میان را مستحکم بستند. دهقانان با دستگیری حکومت جوان پی آن تلاش می کردند که زمین‌های آبی در حدود جمهوری بیشتر گردند. با همین مقصد شرکت‌های میلیاراتیوی تشکیل کرده شد. تشبثکاری تشکیل نمودن چنین شرکت‌ها دهقانان تاجیک بودند. شرکت‌های مذکور در کندن جوی‌ها، تعمیر کانال‌ها، تخت و هموار نمودن زمین‌های بیکار خوابیده سهم می‌گرفتند. تنها از دامنه جنوب کوه‌های حصار در آخر سالهای 20 39 جوی کافتند که در مسافه 330 کیلومتر آب جاری می‌شد. مرد دهقان به گرمی هوا نگاه نکرده برای به دست آوردن حاصل زیاد و با صفت مردانه زحمت می‌کشید. شنونده‌های گرامی، شما романи کیفری دلовари میرزا رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخون ساتوری شنیدید. محرر عابدجان سعیدزاده، کارگردان انوشا خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 19